های موجوده مسائل کارکردی محصولات کشاورزی و در این زمینه تامین نمودن رشد صنعت سبک و خوراکواری، تشکیل جاهای نوی کاری، همچنین نگهداری و افزایش دادن صادرات آن به خارج کشور حل و فصل کرده شود. یعنی ما باید صنعت کارکردی محصولات ساحه کشاورزی را رشد دهیم با تمام راه و واسطه، با واردات تکنولوژی حاضر زمان. هموطنان عزیز، حفظ اجتماعی اهالی در سیاست دولت تاجیکستان مقامی خاص داشته، برای دستگیری ساحه‌های اجتماعی و بلند برداشتن سطح و صفت 43% حجم عمومی خراجات بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. در این ضمن حکومت مملکت در سمت تأسیس دادن جاهای نوی کاری، بلند برداشتن مزد مهنت، نفقه و استیپندی‌ها، همچنین زیاد نمودن درآمد پولی اهالی منتظم تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. با مقصد باز هم بهتر نمودن سطح نیکوحوالی مردم کشور و تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی اهالی، سپارش می‌دهم که از 1 سپتامبر سال 2025 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی معاش وظیفوی کارمندان دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، ساحه علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجه، همچنین استیپندی‌ها، خدمتچیان حربی و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود. حد اقل مزد مهنت برای تمام 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقورتوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی 10% زیاد، یعنی ایندکساسیا کرده شود. حکومت مملکت به رشد ساحه معارف توجهی اولین درجه می‌دهد. با وجود کارهای تا امروز در ساحه معارف عملی گردیده، با حکومت مملکت
با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ‌زایی و با در نظر داشتی هدفی گذاشته شده برای فراگیری 50% کودکان سن سال تا مکتبی، بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی را تأمین نمایند. رهبران ولایت‌ها و شهرنایی‌ها در 5 سال آینده با در نظر داشتی افزایش در صف پیش ما شما بدرم آمده کار. اگر هر کدام ما شما تشبوس گرفته رفته در یک دیه دوردست، در یک ناحیه دوردست کوهستان، در آن جایی که نه مؤسسه تا مکتبی نه مؤسسه تعلیمی است، اگر خود ما تشبسکار شیم دلار 1.5 هزار هر دیش اجرا می شود. که برای چی تنها سایه علم و معارف، برای چی مؤسسه تا مکتب، برای چی؟ من حاضر پایانده ایستاده میگذارم. در 10 سال آینده شماره خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی باز بیش از 1 میلیون نفر زیاد میگردد. خود من همین سال 136,000 ختم کردن اگر خطا نکنم. کمتر ممکنه که 100 شد. صنف 11 240,000 با صنف یکم وارد شدن. بینین چقدر کودک با کودکا جای نشان انکشاف تعلیم و تربیت، عملی گردانی اصلاحات ساحه، دستگیری مکتب و آموزگار، تألیف کتاب‌های درسی نسل نو و تکمیل مضمون و مندرجه تحصیلات مساعدت می‌نماید. همچنین با این مقصد در ساحه 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 4.6 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. این غیر بودجه، غیری که مردم جدا مقایسه کنید. 2 رقم است.
پایشتان 3229 مؤسسه تحصیلات عمومی با 1,300,000 بنیاد کردیم در 33 سال. از 3229 بود. ما قریب که انامین اکثریتی همین بنای مؤسسه‌های تعلیمی کهنه را از نو وای کردیم، چون که همه اکثریت فرسوده. ما قریب که انامین اکثریتی همین بنای مؤسسه‌های تعلیمی کهنه را از نو وای کردیم، چون که همه اکثریت فرسوده 100 سالها وای بودن، از نو وای کردیم. برای همین این 3670 جای این چیزهای مکتب‌های وای در رفتگی است. شماره عمومی خوانندگان آنها بیش از 2,214,000 نفر رسیده است. رقم ها را من میگم، شما نوشته گیرید، در روی شما در کار می شود که ما در ساحه علم و معارف چیکار کرده ایستادیم، چیکار کردیم. امروز در کشور 65 لیسه کسب‌های تکنیکی یعنی دانشجو فعالیت دارند. علاوه بر این در زمان صاحب استقلالی بیش از 117,000 جوانان با استعداد مملکت برای تحصیل و دانشگاه‌های با نفوذ 42 کشور پیشرفته جهان فرستاده شدند. امروز 42,400 نفر جوانان ما در 42 دولت مترقی جهان تحصیل علم دارند که 13,000 نفر یا بیش از 30% آنها دختران می باشند. با 10,000 دیگر. یکصد و 70,000 در خارج تحصیل کردن. انا همین زحمت آموزگار است. اونا با کدام زبان تحصیل میکنن در خارجه؟ با زبانهای خارجی؟ هم خلاص؟ انا همین جدم زحمتی مالش ما کمبودیا دیگرات داریم اصلاح کردمون، لیکن به هر حال هست. یا 42,000 که حالا تحصیل کرده ایستادن. اقتصادی و تکنیکی، همکاری های بین المللی، تبادل علمی آموزگاران و دانشجویان، کارهای علمی و تحقیقاتی و تدبیرهای تربیوی هنوز به تقویت نیاز دارند. از این لحاظ حکومت مملکت رهبران وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم ها
وابسته از رهبر است، از رهبریت وزارت معارف حکومت مملکت. از شما وابستگی دارد. ملت را باسواد کسب آموزید. عقل دادن کار، دانش دادن کار، کسب و هنر با پیشرفت ساحه این پیوندی ناگسستنی دارد. ما سال 2024 با اهل علم و معارف کشور 2 مرتبه ملاقات کردم. مشکلات و دورنمای ساحه را همه طرف تحلیل و بررسی نمودیم و برای اصلاح وضع دستور و سپارش‌های قطعی داد. حالا عملی سازی آنها طبق نقشه چهارمینه‌های تصحیح شده با مرام ادامه دارند. برابران و مسئولان ساحه تاکید می‌سازم که دایر به اجرای با صفت و سری وقتی دستور برنامه دولتی تیار کردن کادرهای سطح بلند علمی برای سالهای 2021-2030 را در مدت 2 ماه تجدید نظر کرده با حکومت مملکت پیشنهاد نمود. در شرایط رشد باثبات همکاری‌های بین‌المللی و وسعت یافتن همگرایی تاجیکستان با جامعه جهانی، طلبات و متخصصانی که سطح کسبیت بلند داشته استفاده کرده می شود که جهت تجدید نظر کردن استانداردها و نقشه و برنامه‌های تعلیمی، وارد نمودن واحدهای نوی کاری آموزگاران زبان‌های خارجی، تهیه مواد معاصر تعلیمی، استفاده با ثمر تکنولوژی‌های رقمی، اصولهای نوین آموزش زبان و تکمیل مهارت کسبی آموزگاران چاره‌های قطعی اندیشه. همیشه در خاطر باید داشت که همه که چندان بزرگ نیست، مساحتش از کشور ما خردتر است و بایگری زیاد ندارد، حتی آبی آشامیدنی ندارد. ولی از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی بسیار پیشرفته و نیرومند است در جهان. زیرا این دولت هر سال فقط از فروش ایده ها و کشفیات و اختراعات که محصول عقل شهروندان آن می باشد ایده مکتب بچه ها، خواننده ها،
خریداران این ایده ها اساساً شرکت های بزرگترین دنیا می باشند. در برابر این باید گفت که سبب اساسی بدبختی هر یک ملت به دولت اعتبار ندادن به صفت مکتب و معارف، سرلنگاری کردن به تربیت کودک از خردسالی و فراهم نآوردن محیط مساعد برای تعلیم و تربیت می باشد. یعنی تا وقتی که از ما بعضا پیدا میشود در این اگر بینتان اون تعلیم و تربیت نگرفته است، حتی از عائله تربیت نگرفته است. من بینیم مقایسه کنید. از لحاظ تکنولوژی همین دولت به درجه پیشرفته است که یگان کشور دنیا برعکس بسیاری ها کشورهای ابرقدرت از آنها یراق سلاح حاضر زمان میخوره. از این لحاظ میتوان خلاصه کرد که صفت دولت نه به شماره اهالی وابسته می باشد. بنابراین تشبث در این سمت باید پور در دست دولت باشد. محض برای همین هم من از اگر ما امروز کادرهای بلند 20% زیاد کردیم همه قرصنگ میزنه خسته معاش و نفقه و دیگر هم خیلی اقتصادیات. اگر ما آیتشنیکا یایی که به اقتصاد رقمی میگذاشتیم با ویای غیر نقدی میگذاشتیم حاضر من باوری کامل دارم بودجت امروزه ما 2 برابر زیاد درآمد میگیره. لیکن متخصصی اصیل نداریم. انگوش شمار اختراعکار نداریم. برای این کار کرده ما نکن، زحمت کشیده نموده کن، شاعقتی نه،
ساعت یگان نتیجه به دست نمیاریم. اگر ما خدمتچی دولتی باشیم، ما اعضای حکومت باشیم، ما وکیل مردمی باشیم، مردم باور کنند ما شما را انتخاب کرده است. خب ما عالما باشیم، زیایا باشیم، ما دیگر وظیفه نداریم. تنها یک وظیفه داریم: خدمت به خلق کردن. چگونه ما با خلق خدمت میکنیم؟ اینها ما را کار فرمودن مادر. مردم، پدر مادرها، عائله وقتی برپا میکنند با کدام امید؟ با آرزوی امیده که صاحب فرزند شوند. فرزند برای چی؟ که جنایت صادر کند، تروریست شود، اکستریمیست شود، ننگ و ناموس شرف ملت را پسند. برای همین من فکر میکنم یگان پدر و مادر این آرزو امید را ندارد. مردمی ما شما با مردم کار کرده ماده کار، راه نشان دادن ماده کار. دولت به دروازه نمیشود. چه گپ شده ایستاده است؟ دیده ایستاده دولت ها از بین رفته ایستاده، پارچه پارچه شده ایستاده. در ما هم بود سالهای 90. فراموش نکنید. خطر و تهدید حالی هم دور رفتگی نیست. وکیلان محترم، حاضرین گرامی، اقدامات در زمان صاحب سوالی عملی نموده حکومت مملکت بر رشد فرهنگ، حفظ میراث و عنعنه و سنت و ارزش‌های ملی و در نتیجه بر روند بالاروی سطح معنویات جامعه تکانی بزرگ باشد. در رابطه با این بار دیگر شنیدم ببینید، یک زبان ما، زبان شیوای شیرینی شاعرانه تاجیکی، یک نوروزی عجم، نوروزی که امروز بین المللی گشته است، ما را از قرن تاریخ 6000 سال ها با امروز آورده رسانده است. چگونه خدمت نکنیم؟ چگونه ما شما با این سلامت باشید. اگر سال 2000
аз бюджети давлатӣ барои соҳаи фарҳанг ва варзиш ҳамагӣ 13 миллион сомонӣ ҷудо шуда бошад, пас дар соли 2024 ин нишондиҳанда 1 миллиарду 716 миллион сомониро ташкил дод. таи 33 соли истиқлоли давлатӣ дар кишвар 18 театр, 50 дар 3 соли охир дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 167 иншооти фарҳангу фароғат, бунёду азнавсозӣ ва аз таъмири асосӣ бароварда шуд. имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои бюджети давлатӣ, сохтмон ва истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. то имрӯз мо китобхонаи миллӣ сохтем барои 10 миллион нусха китоб. бузургтарин китобхонаи миллӣ дар собиқ иттиҳоди шӯравӣ аст. шабакаҳои фарҳангӣ таъсис додем ва бисёр корҳои дигарро ба анҷом фарҳангӣ таъсис додем ва бисёр корҳои дигарро ба анҷом расонидем. ман ин корҳоро барои он гуфта истодам, ки роҳбарони шаҳру ноҳияҳо ибрат гиранд ва андеша кунанд. зеро фарҳанги миллӣ ки заиф шуд, ҷояшро фарҳанги бегона пур мекунад. ҳамин фарҳанг ки вай забонта меем фарҳангта мегиранд, ҳай экстремистҳо қатор мешаванд, мегӯянд о ҷабра санъаткорони мо тамоми дунёро гаштанд. тамом аксарият давлатҳои мутамаддинро давр задан, як бору дубор не. бо вуҷуди ин ҳоло дар кишвар 75 муассисаи садамавӣ ва 368 муассисаи таъмирталаби соҳаи фарҳанг вуҷуд дорад, ки ин масъала ҳалли фавриро тақозо менамояд. ба вазорати фарҳанг ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дастур дода мешавад, ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ
کمبودی و مشکلات جای داشته ساحه را جوان یک مکتب موسیقی ساخته به استفاده دهند. نظارت اجرایی جوان یک مکتب موسیقی ساخته به استفاده دهند. نظارت اجرایی دستور مذکور به ذمه دستگاه اجرایی پرزیدنت مملکت واگذار کرده می شود. ما در ساحه فرهنگ استعدادهای زیاد داریم که در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من 21,500 خصوصا نورسان و جوانان اشتراک کرده قریب 1000 نفر صاحب 6 جایزه، جایهای نمونوی و جایزه های پولی گردیدند. روزی انجمن حزب یک دختر دهاتی صاحب 6 جایزه گشته است. یک دختر دهات از دهات گرفتیم وای کردیم همین تمام. ما احمد حمدانی نه خطا میکنیم. گاه یگام وای نمیشد. برعکس عصباتان آرام تان وسیع می کند. سخندان می شوید، سخنور می شوید. ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت خود و معرفی باز بیشتر آنها را در عرصه بین المللی هدفمندانه ادامه دهیم. با این مقصد وزارت‌های کارهای خارجی و فرهنگ مواد ضروری را وابسته به تجلیل 2550 سالگی اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر آماده حکومت مملکت برای تامین نمودن فعالیت با ثمر مؤسسات ساحه تندرستی و بلندبرداشتن سطح و صفت خدمت رسانی‌های طبی به حال فعالیت با ثمر مؤسسات ساحه تندرستی و بلندبرداشتن سطح و صفت خدمت رسانی‌های طبی به حال تدبیرهای ضروری را عملی گردانیده ایستاده است. در سال 2025 برای ساحه تندرستی از حساب بودجه دولتی چهارم جهت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی پورا برطرف نمودن مشکلات و مسائل مؤسسات تندرستی تدبیرهای
چاره‌جویی کرده اوید به کارهای انجام داده شده به حکومت مملکت حساب دادند. از حساب جوانان آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و با جای کار تامین کردن آنها یکی از وظیفه‌های مهم. تیار کردن کادرهای صاحب اختصاص را از حساب جوانان تهیه و عملی نمود. در سالهای صاحب استقلالی در اکثر شهر و ناحیه‌های کشور مرکزهای تعلیمی کلانسالان تأسیس داده تا امروز در آنها بیش از 700,000 شهروندان با آموختن کسب و هنر و زبانهای خارجی فرا گرفته شدند. در این دوره زیاده از 1,100,000 نفر کسب و هنر مشغول می‌باشند. تنها در یک سال آخر 4 مرکز کسب آموزی و خدمت رسانی و رشد ملکه ها مورد استفاده قرار داده شد که فعالیت آنها در صاحب کسب گردانیدن شهروندان با کسب آموزی و زبان آموزی فرا گیرد. یعنی سرتیفیکت آنها تمام دنیا را قبول کرده می شود. بعد ختم تمام دنیا بود. این روند با در نظر داشت با مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی و در همکاری با شریکان رشد در همه شهر و ناحیه‌های سراحالی کشور تأسیس دادن مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی و رشد مملکت‌ها را تأمین نماید. رشد سیستم قطره آبدهی قطعی همونو تعلیم میده. بین از شرایط‌های درجه بهترین است برای کسب آموختن جوانان و من سنی سال نگاه نمیکنم. خواهشمندان میتوانند در اینجا بکنند. تعلیم در این مرکزها مطابق با استانداردهای متخصصان کسب و کار گوناگون را با صفت بلند متخصصان کسب و کار گوناگون را با صفت بلند در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تأمین نمود. یعنی در 5 سال آینده در همه مؤسسه‌های ذکر گردیده بیش از و دیگر مسائل در این سمت موجوده تدبیرهای سودمند وکیلان محترم در قلب جوانان همچون
قوه اساسی پیشبرنده جامعه بیدار نمودن حس وطندوستی وطن پرستی ارزگذاری به زبان تاریخ و فرهنگ و تمدن ملی مسئولیت فردای کشور صاحب استقلال خود را به دوش خواهند گرفت. ما افتخار داریم که جوانانمان نسبت به وطن مهر و محبت صمیمی دارند. وطن را صدقاً دوست می‌دارند. به ارزش‌ها و مقدسات ملی ما از جوانان کشور امید بزرگ داریم. جانب دستگیری میکنیم. این نشان دهنده در خدمت دولتی 49% میباشد. ما منبع نیست به جوانان همچون نیروی با اعتماد و تکیهگاه استوار توجه خواهیم کرد، زیرا آینده ملت و دولت از آنها وابسته می باشد. همسالانشان را از تأثیر مفکوره رادیکالی و افراطی و خرافات پرستی امین نگاه دارند. برای حفظ استقلال و آزادی سرزمین اجدادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی همیشه آماده باشد. باور دارم که جوانان وطن دوست ما منبع نیست، با علم و دانش‌های زمانوی، کسب و هنرهای معاصر و سعی و تلاش نوجوانان خود برای رشد علم و اینوواسیون و باز هم تحکیم جوانان، تبلیغ طرز حیات سالم، عمومی گردانی ورزش و معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی ساحه ورزش را نیز همچون سمت مهمی فعالیت دولتداری
مسئله نگاهبین و در حالت خوب نگاه داشتن آنها باید همیشه در مد نظر رهبران شهر نایاها و مسئولین صاحب باید باشد. ما از قبول گردیدن پیشنهاد اینچنین جاری شدن گوشتین ملی تاجیکی نیز باعث افتخار و شرف و در عین زمان مسئولیت ما جایگاهی خاص دارد. ولی باید گفت که مقام و منزلت زنان و بانوان و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و رشد جامعه محض در زمان صاحب استقلالی واقعاً بالا رفته است. فائز عالمان و 30% صاحبکاران را بانوان و زنان تشکیل می‌دهد. امروز برای بیش از 110,000 نفر صاحبکاران از حساب بانوان است. صاحب معلومات عالی گردیدند. از آغاز جاری گردیدن کوتای پرزیدنتی یعنی در 28 سال آخر 11,600 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی را با کوتای پرزیدنتی ختم کردند. علاوه بر این زیاده از 35,000 عالی کسبی کشور 90,000 نفر یا 42% را دختران تشکیل می‌دهند. ما شما شاهد هستیم از آزمون‌هایی که فروغ صبح دانای کتاب است سر کرده. در تمام آزمون‌های جمهوری بیشتر کیا اشتراک می‌کنند؟ اعتماد کامل داریم و دستگیری همه جانبه آنها را ادامه می‌دهیم. سال جاری من با فعالان، نمایندگان
جامعه و خادمان دین کشور ملاقاتی مخصوص دایر کرده. جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک مفصل بیان کرده. باور دارم که بانوان و زنان و مادران و ثبات در جامعه، پیشرفت دولت و آبادی وطن منبع نیست سهمی ارزشمند خود را می‌گذارند. بهترین سنت و عنعنه‌های ملی و رسم و آیین‌های اصیل و باستانی خلقمون میباشد. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، برای ما شما مقدسترین جزئیات چی است؟ اگر پیغمبران و صحابه ها همه روی انسان را زن مادر می آفرید تولد. ما میبینیم که در بعضی کشورها چقدر بی‌اعتنایی نسبت چرا؟ میگوید که نیم یتیم شد. وقتی مادرش گذرد اگر بشرتی میگد یتیم شد. تغییر اگر مادر به فرزند میکند، یگان شخص دیگر کردن نمیتواند. من این سخن را برای آن گفته ایستم
دخترکان خردسال آنها هم آینده مادر میشن. آنها هم انسان هستند. آنهایی که برادر و پدر و مادر ندارن، برادر و خواهر و اپا و دیگر دارن، همه وقت فرزندی پدری را فراموش نکنید. اکا و دو چون که آنها زن هستند، آنها مادر هستند، بسیار برادران و خواهر در آمدن برادر این هزارها بهتر است. دنیای شده است که مردم دنیای شده است که مردم شیرین داشته باشیم، مدنیتی بلند داشته باشیم، فرهنگ، ما میگم ملتی فرهنگی هستیم، انا مدنیت تو فرهنگ قدیمی باستانی تاجیکی را نشان دادن. اما نکن با یکدیگر با عزت و احترام باشیم. خوش معامله باشیم، با صبر و تحمل باشیم، زبان با یکدیگر با عزت و احترام باشیم. خوش معامله باشیم. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به آخر میرسد. برای فعالیت پرثمر به اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان میnnتداری ما کجا رویم؟ برای همه شما در مملکت با جایهای مناسب جای کار کردن، شما اکادمی بزرگ را گذاشتید، تجربه پیدا
نترسین، فشاراتون بلند نشود. ساده باید طبق کنستیتوسیا و قانون‌های جمهوری تاجیکستان شفاف و آزاد و در سطح بلند برگزار گردد و انتخاب کنندگان نامزدهای ارزنده خود را انتخاب نمایند. در رابطه با این تاکید می‌نمایم که رشد استوار اقتصادی و اجتماعی مملکت، ثبات سیاسی و آرامی و آسودگی مردم تاجیکستان از تامین امنیت ملی وابسته می باشد. ما یک جای کوشش کردیم و در کار که از ساختار و مقامات مربوطه در این سمت تمام چاره‌ها را می اندیشیم. از جمله با مسائل آماده کردن متخصصان به طلبات شرایط معاصر جوابگوی برای مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی برداشتن سطح کسبیت و مهارت و ملکه آنها، اینچنین تحقیق و تقویت پایه‌های مادی و تکنیکی جزء تام‌های حربی و مقامات حفظ حقوق منبعد نیز اعتبار اولین درجه داد. از ماه سال 2018 با تشبث تاجیکستان و در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان و کشورها در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند در موضوع مقاومت با گرفته است برگزار گردید. در این همایش تاجیکستان موقع استوار خود را در خصوص برآمدن همکاری‌های گسترده و هم آهنگ شده بین المللی ابراز نمود. و مرکب در منطقه‌های گوناگون جهان که پیامدهای بحرانی سیاسی و اقتصادی دارند، همانا باعث نگرانی می‌باشد. گذشته از این جامعه بین المللی هنوز در مسیر دریافت راه با جامعه جهانی برای رسیدن به هدف‌های سازنده جهت پایداری صلح و ثبات و توسعه همکاری‌های گوناگون جنبه تقویت دهیم. اشتراک فعال در روندهای جهانی با مقصد حل مسائل عمده اهل بشر از اولویت‌هایی است که در سیاست پنجم در همکاری با سازمان ملل متحد میزبان اولین
کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریک‌ها خواهند. ما باید همکاری ها را در سمت آب و حفظ پیریک‌ها بررسی پیام کشور ما ضمن رشد و توسعه مناسبت ها با دولت های آسیای مرکزی منبع نیست در زمینه حسن اعتماد و صمیمیت با هدف مساعدت در تحکیم پیشرفت مشترک در منطقه بنیاد می‌گردد. تاجیکستان توسعه مناسبت‌ها را با کشورهای عضو اتحاد دولت و دولت‌های دیگر قطعه‌های دنیا آمادگی خویش را جهت ادامه تحکیم مناسبت‌های گوناگون جنبه با آنها هم در سطح دو جانبه و هم در قالب‌های بسیار جانبه اظهار می‌کند. با این مقصد ما از توسعه رابطه‌ها بخصوص در سمت‌های رشد اقتصادی سبز، حفظ محیط زیست، تکنولوژی‌های نوین، جلب سرمایه و تاجیکستان همکاری‌های سازنده و قابل دورنما را در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و شریکان رشد گسترش می‌دهد. در این راستا کشور ما رابطه‌های خود را با سازمان همکاری شانگهای، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان عهدنامه امنیت دسترس جمعی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی رسیدن به هدف‌های معین گردیده و توسعه همکاری‌های سازنده و درازمدت با همه کشورهای عالم و شریکان بین‌المللی خود تدبیرهای ضروری می‌اندیشیم. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، در پیام امروزه را موجودند مشخص کرده شدند. می‌خواهم با افتخار و قناعتمندی اظهار نمایم که دستاورد و پیشروی‌های تا امروز نایل گردیده ما پیش از همه نتیجه تلاش و زحمت مردم شریف سربلند کشور می باشد.
و صادقانه و صافدلانه سپاس و مینتداری صمیمی بیان می نمایند. مردمی، رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، خدمتچیان دولتی، اهلیزیا و فعالان جامعه زحمت و تلاش باز هم بیشتر را تقاضا می‌کند. ما وظیفه داریم که به خاطر پیشرفت دولت صاحب استقلالمان، آبادی وطن باید تمام سعی و تلاش خود را به خاطر عملی نمودن کارهای به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی پیش بینی گردیده، یعنی آبادی وطنمان، پیشرفت را صاحبی کنیم، حس بلند ملی داشته باشیم، از تاجیک بودن خود افتخار نماییم و دائم در فکر فرزندان خود خوشبختی و آسایش آنها، آبادی وطن، ملت و دولتی خویش باشد. من به آینده درخشان تاجیکستان محبوبمون اعتمادی کامل دارم، زیرا با اتحاد و سرجمی، وحدت ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و سعی کنیم و تاجیکستان عزیزمان را به یک کشوری پیشرفته و نیرومند و آباد و سرسبز تبدیل میدیم. در این جاده پرشرف به کل مردم شریف تاجیکستان و همه شما حاضرین گرامی، پنجم که حالا ما در آستانه آن قرار داریم، صمیمانه تبریک میگویم.
همین زحمتی بیشترش زحمتی استاهای زبردست همین زحمتی بیشترش زحمتی استاهای زبردست تاجیکستان بپیش دوشنبه پایتخت